درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 11. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی در عرصه فرهنگ ملت ما بسیار قهرمانی ها کرده است، ولی نخستین و بزرگترینش به یگان شبهه نمونه ادبیات تاجیک است که نمونه های درخشان این فرهنگ را قاطعانه به مدعیان بی بنیاد رساند و این ملت را بی باکانه از ترکتازی های زمان رهاند. بنیاد ادبی عینی. سروده که وجداناً از ته دل خوانده می شود دور پرواز است. ما رمان عینی دو خونده را در ساحل‌های گنگ دیدیم. رمان مذکور به زبان هندی ترجمه کرده شده است و هر یک کتاب او در دست خلق هندو مشعل درخشان است که به مبارزه بر ضد استثمار کنندگان دعوت می کند و به مبارزان راه آزادی یاری می رساند. میرزا ترسونزاده. خواجه عصمت بخارایی، وفات سال 829. در طلوع آفتاب گفته: باز برافروخت چرخ مشعله آفتاب، پرده ز رخ برگرفت شاهد مشکین نقاب، شاهی زمرد سریر چهره نمود از سپیر، صبح چو بر پای کرد خیمه زرین طناب، صبح چو بازی سفید بال کشاد از شفق، بیضه سیمین نهاد در دهنی او غراب، شعبده بازی فلک معرکه‌ای گرم دید، بر سری آفاق ریخت حقه دری خوشاب. از بیاض غزل دستخط.
خرم آن روزی که در سر فکری یاری داشتم، دیده در راهی سمندی شهسواری داشتم. گرچه عمری زرد رویی ها کشیدم چون خزان، شاد بودم چون امیدی نوبهاری داشتم. تا به او بودم نمی ترسیدم از تیغی رقیب، با وجودی گل کجا پروای خاری داشتم. ای رقیب از حالی دور افتادگان شادی مکن، زان که من همچون تو روزی اعتباری داشتم. خاک شد عصمت ز هجری یار و تن برد از درش، در دلش نامد که روزی خاکساری داشتم. خواجه عصمت به دربار سلطان خلیل نبیره امیر تیمور عزت و اعتباری زیاد داشت. چون سلطان خلیل را اهل دربارش عزل کرده به حبس گرفتند، خواجه عصمت به یاد سلطان خلیل این غزل را انشاد کرد. از دولت شاهی. کاش فرمودی به شمشیری جدایی کشتنم، تا به خواری در چنین روزی ندیدی دشمنم. باغبان گو در ته دیواری گلزارم بکوش، بی وجودش گر کشد خاطر به سرو و سوسنم. شهسوارم کی خرامد باز تا دیوانوار، خاک و خون آلوده خود را بر سری راه افکنم. خون دل زان رو همی بارم ز شریان دو عین، کز فراقش نشتری خون نیست هر مو بر تنم. تازه عصمت کی شود آثار دوران خلیل، کین بتانی را که ناحق می پرستم بشکنم. این مطلع را نیز در حق سلطان خلیل گفته. دل کبابی است کزو شور برانگیختند، از نمکدان خلیلش نمک ریختند. دولت شاهی سمرقندی و صاحب آتشکده وفات خواجه عصمت را سال 829 قید کردند، اما در مجموعه دستنویسی که از بخارا به دست افتاد 840 نوشته هم
درباره تاریخش شعری را از فضلای زمان خواجه نقل کرده. تاریخ وفات خواجه عصمت هر کس که شنید گفت تمت. بساطی سمرقندی، خیالی بخارایی و برندق از معاصر و مصاحبان خواجه عصمت بودند. سلطان خلیل ابن میرانشاه ابن امیر تیمور، وفاتش 18 رجب سال 814 واقع شد. سلطان خلیل بعد از وفات امیر تیمور چون به تخت سمرقند نشست، عنان اختیار ملکداری را به دست محبوبه خود شاد ملیک آقا گذاشت. اهل دربار به همین بهانه عصیان کرده شاهزاده را به بند گرفته به قلعه شاهروخیه فرستادند. شاهزاده در زندان این رباعی را نوشت: دیروز چنان وصال جان افروزی، وامروز چنین فراق عالم سوزی. افسوس که بر دفتر عمرم ایام، آن را روز نویسد این را روزی. این رباعی را صاحب آتشکده به نام طغرل سلجوقی نوشته. در وقت محبوسی این شعر را به عم خود شاهروخ میرزا که از هرات به سمرقند برای خلاص کردن ملیک آمده نوشته فرستاد. از دولت شاهی. یا واهب العطیه و یا معطی المراد، ما طاقت فراق نداریم از این زیاد. ادبار شد مجاورو خوش گفت مرحبا، اقبال شد مسافرو خوش گفت خیر باد.
بادی که از دیار محبان به من رسد، جانم فدای نکهتی آن طرفه باد باد. غمگین و شادمان چو از این دیر بگذری، غمگین مشو ز محنت و از بخت نیز شاد. داغ جهان ز سینه کاووس و کی نرفت، شادان ز بخت تیره کجا بود کیقباد. در ششدری فراق خلیل ار مقیدی، روز تو را سپهر ملایب دهد گشاد. حکم خدای داد به دست خسان مرا، کفر است پیش خلق ز حکم خدای داد. سروری امیران عاصی خدایداد بود. شهزاده در بیت آخری به همان اشاره می کند. بساطی سمرقندی. شاگرد و معاصری عصمت بخارایی و مداح سلطان خلیل است. از دولت شاهی من ز بخت شور خود بریانم پسته دهان، تا بگردی شکری تو رستمی گردد نبات. تشنه لب در کربلای هجر می میرم عجب، من که بر وجه حسن از دیده می بارم فرات. از دهانش بوسه جستم زکاتی حسن را، گفت خاموش ای گدا بر هیچ کی باشد زکات. آن پریروخ با بساطی گفت از روی عتاب، گرد این بازی مگر در دل نمی خواهد زمات. مولانا بساطی همانا به غرور همین شعر خود در مقطع یک غزل به خواجه کمال خجندی دعوی برابری می کند. آن مقطع این است:
غزلهای بساطی را کمال از خود مدان کمتر، که پرورده است چون مردم به آبی دیده سلمانش. اما فرقی میان خواجه کمال و بساطی را هر کس می داند. بساطی فقط به یک مطلع شهرت یافت. مطلع این است: دل شیشه و چشمان تو هر گوشه برندش، مستند مبادا که ز مستی شکنندش. غیر از مطلع مذکور بیت قابلی شنیدن کسی از بساطی نقل نکرده است. این نیز از بساطی است، از آتشکده. شاه اسب به شاعری بخشید که ز تندیش چشمی چرخ ندید. بود تند آنقدر که از دنیا نفس تا به آخرت برسید. لیکن خواجه عصمت بخارایی این مضمون را به قطعه خوب بسته، چنانچه همان قطعه در مورد ذکر خواجه عصمت ثبت یافت. بهاءالدین برندوقی بخارایی معاصر خواجه عصمت بخارایی مداح بایقرا میرزاست از دولت شاهی. لب شیرین تو با تنگ شکر میماند، در دندان تو با عقد گوهر میماند. قند با آن همه دعوای لطافت کوراست، یک حدیث سر شنود پیش تو سر میماند. باد را در شکنی زلفی مسلسل مگذار، که سقیم است در آن راهی گذر میماند. یادگار گذرانند کسان در عالم، از برندوق سخنی فضل و هنر میماند. وقتی که میرزا بایقرا در تخت بلخ جلوس یافت، برندوق را 500 دینار انعام فرمود. اما پروانچی 200 دینار در براتش نوشت. برندوق در همین مورد قطعه ذیل را انشاد کرده به عرض شاه رسانید. قطعه: شاه دشمن گدازی دوست نواز، او جهانگیر کو جهاندار است. بیش یوز آلتون مرا نمود انعام،
لطفی سلطان به بنده بسیار است. 300 از جمله غایب است کنون، در براتم 200 پدیدار است. یا مگر من غلط شنیدستم، یا که پروانه چی غلط کار است. یا مگر در عباره ترکی 500 آلتون 200 دینار است. چون میرزا با اقرا قطعه را مطالعه کرد گفت در عبارت ترکی 500 آلتون 1000 دینار است و فرمود در همان مجلس به برندوق 1000 دیناری نقده تسلیم کرده. شنوندگان عزیز، قبل از همه باید بگیم که سهم استاد عینی در انکشاف صنعت موسیقی خیلی بزرگ است. او با واسطه نگاشته‌های پرارزشش موسیقی نیاگانمان را زنده کرد و تحکیم بخشید. طبع خداداد داشت و سخن را آهنگناک و روان بیان می‌کرد. هر عباره او، هر سخن او، هر کلمه او، هر حرف او زاده دل پر از مهر و محبت و لبریز از عشق اوست. سرود را از اشعار شاعر با هم میشنویم. دوستان عرضی امیدم بن یاری من برید. دوستان عرضی امیدم بن یاری من برید. رحمتی بر خاطری امیدواری من برید. رحمتی بر خاطری امیدواری من برید. زندیار و شرطنگم شهریاری من کجاست؟ لطف آرید و مرا در شهریاری من برید. لطف آرید و مرا در شهریاری من برید. یا به من از خاک پایش سرمواری آورید، یا مرا در رهگذاری شهواری من برید. گر همی خواهید جان آسان دهم هنگامین از جای تکبیر و تلاوت نامیاری من برید. جای تکبیر و تلاوت نامیاری من برید. در پریشان روزگاری گر رود عینی زیدار، جمع بینشینی بیاد از روزگاری من برید. جمع بینشینی بیاد از روزگاری من
шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 11-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.